خدمات مشترک مطبوعات دادگاه سنت پتربورگ در تلگرام کانالش خبر داد که روز 16 فوریه سال 2020 دادگاه نویه واسیل استروفسکی شهر پتربورگ عیبنامه هنرپیشه 55 ساله زاده تومسک یوری یانوفسکی را که بر اساس قسم یکم ماده 150 کودکس جنایتی روسیه به کشتار خانم یک جوان ترانسگندر از تاجیکستان عیبدار میشد. به قسم یکم ماده 108 یعنی بیرون رفتن از حد محافظت از خود عوض کرده یانکوفسکی را به همگی 1 سال و 10 ماه زندان نظامش عمومی محکوم کرده است. با نظرداشت مهلت در حبس به سر برده یانوفسکی دادگاه او را بدون تأخیر در همان تالار دادگاه از حبس آزاد کرده است. یانوفسکی ادعا داشت که گویا آن جوان میخواست به او داروی خوب خورانده چیز و چاره‌اش را بدزدد. به این ترتیب این هنرپیشه روس برای کشتن آن جوان تاجیک همگی 1 سال و 5 ماه شست و به آزادی برآمد. آن جوان را در بین ترانسگندرهای پتربورگ با لقب تمارا می شناختند. اداره بامداد نام و نسب و از کجا بودن آن جوان کشته شده را میداند ولی به دلایل اخلاقی از نشرش خودداری میکند. خدمات مشترک مطبوعات دادگاه سنت پتربورگ در شرح این پرونده نوشته است از ساعت 12 شب 12 ینور سال 2020 تا ساعت 11 روز 13 ینور سال 2020 در طول 11 ساعت یانکوفسکی در یک منزل در بنای رقم 60 در کوچه سوئیل مکار و شهر پتربورگ قرار داشته در حالت مستی در زمینه خصومت شخصی بخه برقصدانه با استفاده از آلات خلنده و برنده به گردن خه 2 ضربه و به تنش 1 ضربه دیگر زده است. در نتیجه خه در دوره از 13 ینور تا 15 اپریل سال 2020 در جای حادثه بر اثر زخم قسمت چپ قفس سینه‌اش جان داده است. معلوم نیست که خه چند روز در حالت زخمی در آن منزل که اپارت هتل بوده است قرار داشته است ولی بنا به معلومات تفتیشات در این بین یانوفسکی اول از پتربورگ به تومسک فرار کرده است و سپس برگشته است تا که ایز جنایتش را نابود کند. او به این مقصد جسد آن جوان را ریزه کرده روز 15 اپریل سال 2020 در بیرون از شهر در دریا غرق کرده است. پاره‌های ریزه جسد را 15 ایون سال 2020 از دریا یافتند. او در بدنش سینه‌های سیلیکونی مانده بوده است و پلیس از این به خلاصه آمده است که کشته شده ترانسگندر است. تفتیشات در پی بازپرسی ترانسگندرهایی که در پتربورگ تنفروشی میکنند زود معلوم کرد که جوان کشته شده از تاجیکستان بوده 24 سال دارد و در بین ترانسگندرها با لقب تمارا معلوم بود. جستجوی علاقه های تمارا بعد چند معلوم کرد که یک کلینت دائمی و آخرین کلینت او یوری یانوفسکی بوده است. یانوفسکی را که نیز از اقلیت‌های جنسی پتربورگ بود 23 سپتامبر سال 2020 دستگیر کردند.